دیگه نداره. عربستانیا توپ رو میگیرند. صبح میکنه یک توی عالی مهدوی که فرار میکنه. فرصت برای مهدوی کیا، چه موقعیتی از دست رفت. مهدی مهدوی کیا تک به تک رو در مقابل وحید عبدالله از دست داد، اما ما امیدواریم به ادامه مسابقه. با این روندی که تیم ایران در پیش گرفته میتونه دروازه عربستان رو باز بکنه. یک توی فوق‌العاده فرار میکنه. اینجا آخرین تکلم رد میشه. وحید عبدالله مسیر توپ رو عوض میکنه. ضربه کورنر برای تیم ایران. حالا روی دروازه میاد توپ، فرصت بر وحید عبدالله برمیگرد پای راست که پای غیر تخصصیشه. چه موقعیتی رو ما از در سینه حبس شده بود. پرتاب برای ایران. ما داریم خوب بازی میکنیم. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه انشالله به گل هم خواهیم. چیکار داری میکنی؟ بسر جان ولش کن. ول کن، دستات کثیف میشه، لباسات کثیف میشه، مریض میشی، میری خونه مامانت دعوت میکنه. ولش کن. این آقا داریم اینجا تو پوره هم اینجا تمیز میکنه. بابا جان بریم. عطی